شخصیت‌های خودشیفته به خاطر اینکه دیده نشدن، تمایل خیلی افراطی به دیده شدن دارن و امروز سوشال مدیا یک بستری شده برای اینکه بتونن این دیده نشدن رو اینجا جبران بکنن. دست به هر کاری میزنن که دیده بشن و دوست دارن این موفقیتشون رو توی چشم بقیه فرو بکنن. اگر دیده نشن دچار افسردگی میشن. یعنی طرف از صبحش رو که بیدار میشه، شما حساب کنید این آدم چقدر از درون تهیه که از صبحش که بیدار میشه یک دوربین جلو خودش گذاشته زندگیشو میگه. یعنی من انقدر آدم مهمیم که صبحونه خوردنم باید برای شما مهم باشه، بچم چی گفت باید برای شما مهم باشه، دکتر بردمش باید برای شما مهم باشه. این نشون دهنده خلأ درونی اون آدمه و اصلا اگر با موفقیت‌های خودش خوشحال نیست. یعنی موفقیتش برای خودش نیست. اگر دیده نشه افسردگی میگیره، در حالی که فردی که ظرفیت خوددوستی و عشق ورزی سالم رو داره موفقیتش برای خودشه. برای مثال من اگر دوست دارم که دانشگاه تدریس بکنم و به این موفقیت رسیدم، اولین آفرین خودم به خودم میگم، خودم باش حال میکنم. اگر منتظر این باشم که دیده بشم، خب واقعیت اینه که برای مردم اهمیتی نداره به اون صورت. و شخصیت‌های خودشیفته به صورت در واقع بخوام بگم دارن جایگزین میکنن، دنبال نگاه اون پدر و مادرن که میان میندازنش روی چشم اون فالوورایی که دارن، فکر میکنن آدم‌های مهمی هستن. زمانی که من دیده شدم به اندازه کافی، این توجه رو به اندازه کافی گرفتم، دیگه دنبال این نیستم که فلانی بیا ببین فلانی. مثلا من دارم دانشگاه درس می‌خونم، من پزشکی قبول شدم، این یعنی که من میخوام تو چشم بقیه فرو بکنم و اگر بقیه توجه نکنن افسرده میشم. در حالی که زمانی که من خودم رو دوست دارم و با موفقیت خودم خوشحالم و لذت میبرم، به اون صورت احتیاجی به نگاه دیگران ندارم و لزومی نداره بخوام انقدر سرمایه گذاری کنم روی فضای مجازی.